سلام. امروز میخواستیم در خصوص تریتمنت PRP یا همون پلتت ریچ پلاسما صحبت بکنیم و کمی توضیحات در خصوص این تریتمنت و نوع انجام شدن اون برای شما به نمایش بذاریم. PRP با استفاده از فاکتورهای رشد، پلاکت‌های خون و سایر سلولای بنیادی رو تحریک و فعالیت کلاژن سازی پوست رو به حد اکثر خودش میرسونه و بازسازی عظیم سلولی را در ناحیه درمانی برای بیمار در بر خواهد داشت. در این روش درمانی که به صورت کاملا طبیعی و بدون عوارض جانبی هستش، با استفاده از خون خود شما و اضافه نمودن اکتیواتور به اون به وسیله دستگاهی به اسم سانتریفیوژ، پلاکت های خون شما از همدیگه تفکیک شده که ما اونو به وسیله سرنگ های ریزی به داخل پوست تزریق میکنیم و این روش در حال حاضر بهترین پاسخگویی برای مراجعینی رو داره که نیازمند یا خواستار این هستند که پوست خود رو جوانسازی کنند. در این روش درمانی که به صورت کاملا طبیعی هستش بدون عوارض جانبی، با استفاده از حدود 20 میلی از خون شما و اضافه کردن اکتیواتور به اون با استفاده از دستگاهی به اسم سانتریفیوژ، بعد از 5 دقیقه محصول طبیعی به دست میاد که پلاکت های خون شما رو به 3 طبقه تنظیم کرده. در اینجا میخوایم برای شما توضیح بدیم که تریتمنت PRP چگونه انجام میشه. مریض ما 22 سالش هست و از داشتن رنگدانه های اضافی و جوش های متعدد در صورتش ناراضی هستش و به ما مراجعه کرده. ما میخوایم اونو کمک کنیم که اکنه ها و رنگدانه های اضافه اون برداشته بشه به وسیله روش PRP. در ابتدا صورت بیمار رو با مواد پاک کننده پاک میکنیم که عاری از هر گونه میکروبی باشه. دستگاه اسکین آنالایزر که در اینجا مشاهده میکنید به ما کمک میکنه که پوست بیمار رو قبل از انجام هر گونه تریتمنتی نگاه بکنیم و ریزدانه هایی که بر سطح پوست و عمق 1 میلیمتری اون هستش رو در تصویر ببینیم و خیلی میتونه در نوع درمان و تشخیص نوع بیماری که در پوست هستش به ما کمک کنه. این موضوع اولین مرحله کار ما پاکسازی پوست هستش. پاکسازی پوست به وسیله دستگاه جت پیل. این دستگاه با استفاده از اکسیژن خالص و نترون کلورید سطح پوست رو از هر گونه میکروب عاری میکنه و به ما کمک میکنه که بتونیم تریتمنت سالمی رو داشته باشیم. خب در حال حاضر ما سطح پوستی عاری از هر گونه میکروب داریم و به جهت اینی که در حدود 200 اینجکشن در این محدوده یعنی در فیس قرار انجام بشه، لازم هستش که حتما برای راحتی بیمار از بیهستی موضعی استفاده کنیم. در اینجا ما تزریق پلاکت رو شروع میکنیم. خب ما تزریق رو شروع میکنیم.
علت مراجعه خیلی از بیماران به دکترای پوست و سالن‌های زیبایی تغییر رنگدانه‌های قسمت زیر چشم هستش که این تغییر رنگدانه میتونه علت‌های مختلفی داشته باشه، میتونه بیماری‌های مختلفی باشه که عکس‌العمل و ریاکشن خودشو در رنگدانه‌های زیر چشم نشون میده. با استفاده از روش PRP میتونیم این رنگدانه‌ها و پف و افتادگی زیر چشم و لاینرهایی که بغل چشم هست رو از بین ببریم. در درمان PRP برای زیر چشم و ناحیه اطراف اون لازم استش که شخص معالج دارای تخصص باشه که به عصب‌های چشم و ناحیه بالایی اون آسیب وارد نشه. خب در اینجا ادامه میدیم کارمون رو با وسیله‌ای به اسم درمارولر. این وسیله به ما کمک میکنه که سطح پوست رو پاکسازی کنیم از رنگدانه‌های اضافه، آفتاب سوختگی و اکنه و جوش‌هایی که میتونه به دلیل‌های مختلف در پوست پدید اومده باشه. این وسیله درمارولر نام داره که تشکیل شده از سوزن‌های بسیار ریزی بر دور یک قلتک و به ما کمک میکنه که رنگدانه‌ها و جوش‌های اضافه و پوست‌هایی که قدیمی هستن و احیانا میتونن رنگدونه‌های بر سطح پوست ما تشکیل بدن از میون بردارن. و در انتها با استفاده از یک ماسک که به وسیله پلاسما غنی شده میتونیم روی سطح پوست صورت قرار بدیم که سطح رویی پوست و خارجی اون رو بتونه پوشش بده و کمک بکنه به کلاژن سازی سطح پوست و همینطور شفافیت پوست و از بین بردن انجکشن هایی که در روی پوست انجام گرفته. این ماسک میتونه خیلی کمک کنه به جوانسازی سطح پوست و اینکه شفافیت پوست رو به همراه داشته باشه. ریاکشن و قرمزی که سطح پوست بعد از این تریتمنت داره نرمال هستش و حدوداً تا 24 ساعت ماکسیموم 48 ساعت بعد از تریتمنت از بین میره و جای هیچ گونه نگرانی نداره.
این کرم ریکاور هستش که بعد از تریتمنت برای پوشوندن سطح پوست میزنیم و لازم هستش که توجه بشه مراجعین محترم و مریضا که حتما بعد از این تریتمنت لازم هستش که با توجه به اینکه سطح پوست خیلی حساس هستش و حدود 150 تا 200 اینجکشن برای پوست صورت انجام شده، به هیچ عنوان سعی بکنن تا 24 ساعت از دوش گرفتن و استفاده از شامپو و موادی که ممکنه در ترکیبات اون مواد شیمیایی استفاده شده خودداری کنن و حتی الامکان از زدن دستشون به صورت که ممکنه با جای مختلف تماس داشته باشه و آلودگی رو به پوست صورت و سطح اون انتقال بده خودداری کنن. در اینجا تریتمنت ما به پایان رسیده. امیدوارم که از اطلاعاتی که در خصوص این تریتمنت به شما داده شده استفاده کافی رو کرده باشید و تونسته باشیم کمکی در این راه برای شما باشیم. شما میتونید ویدیوهای دیگه ما رو در یوتیوب دنبال بکنید و متدهای جدید زیبایی روز که در جهان مورد استفاده قرار میگیره رو پیگیری کنید.